پیروزی پرگل بارسای ژاوی مقابل اتلتیکوی سختکوش سیمئونه در شبی که بارسا کاملا تیم برتر و شایسته زمین بود. بازی رو بارسا خیلی خوب آغاز کرد و چند حمله ناقص هم انجام دادن، مثل حمله دقیقه 37 با پاس در عمق کوارسی موقعیت برای فرمین لوپز فراهم شد که ضربه اون رو اوبلاک برگشت داد و دروازه اتلتیکو بسته نگه داشته شد. اما خیلی زود اونها به گل اول این بازی رسیدن. دقیقه 38 حرکت عالی گوندوغان، پاس برای لواندوفسکی، پاس در عرض لوا برای ژائو فیلیکس و گلی که ژائو فیلیکس به تیم سابق خودش زد و حساب کار رو 1-0 به نفع بلوگرانا کرد. شاگردان سیمئونه پس از گلی که خوردن سعی کردن به بازی برگردن. جدی‌ترین حمله اونها دقیقه 44 روی سانتر دیپاول برگشت مدافعین بارسا و ضربه آلوارو موراتا بود که توپ از بالای دروازه ترشتگن به بیرون رفت و نیمه اول این بازی جذاب با همین نتیجه به اتمام رسید. با شروع نیمه دوم این بارسا بود که خیلی زود گل دوم رو هم به ثمر رسوند. در دقیقه 47 پاس در عمق عالی رافینیا رسید به رابرت لواندوفسکی و اون هم با یک چرخش زیبا و ضربه دیدنی تر دروازه اوبلاک رو برای دومین بار باز کرد و حساب کار رو 2-0 به نفع بارسا کرد و حسابی بارسای ژاوی در این دقایق تیم بهتر زمین بود. اما بعد از گل دوم اتلتیکو حملاتش بیشتر شد. دقیقه 53 ضربه خطرناک یورنته رو در محوطه جریمه عالی ترشتگن گرفت و در برگشت هم باز هم ترشتگن دبل سیو کرد و دروازه بارسا رو بسته نگه داشت. اما در دقیقه 65 نوبت به گل سوم بارسا هم رسید. باز هم پاس گل از رابرت لواندوفسکی، سانتر زیبای اون درون محوطه جریمه و ضربه سر فرمین لوپز که این چنین دروازه اوبلاک رو برای سومین بار باز کرد و حساب کار رو 3-0 به نفع شاگردان ژاوی کرد. ژاوی حسابی تو این بازی مچ سیمئونه رو خوابوند. در دقیقه 85 این بازی هم یک حمله برای اتلتیکو شکل گرفت، اما مثل حمله های دیگه راهی به چارچوب دروازه این شوت اتلتیکویی ها نداشت و بازی در نهایت 3-0 به نفع بارسلونا تموم شد. در این بازی لواندوفسکی بهترین بازیکن زمین شد، یک گل زد و تا پاس گل داد و یکی از بهترین بازی‌های خودش رو برای بارسا انجام داد. و اما یک آمار خیلی خوب از بارسا ببینیم. بعد از اعلام استعفای ژاوی در پایان فصل، اونها در لالیگا 8 بازی انجام دادن که حاصل این 8 بازی 6 برد و 2 مساوی بوده و بهترین عملکرد لالیگا رو در این 8 بازی بارسا داشته. باید ببینیم که این روند خوب این روزها رو میتونه بارسا در UCL هم ادامه بده و اونجا هم به رتبه و مقامی برسه یا نه. و اما این رو هم بگم که این بهترین بازی بارسا در چند وقت اخیر بود، چه در حمله چه در دفاع بی‌نقص بودن و عالی عمل کردن و حسابی برای بارسا این بازی لذت بخش بود. در نهایت تبریک میگم این برد رو به همه هواداران بارسلونا و امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و خیلی ممنون از همراهیتون. لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. در آخر من مهدی کبیری، اینجا فوت نیوز و خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.